بچه ها طبق قولی که داده بودم اون تغییراتی که تو هیدرولیک ایجاد کردم میخوام براتون بذارم. ببینید کلا این پژو فرانسه وقتی قمقمش اینجا بود، این سوراخ‌های قمقمت برای جای پایه‌های قمقمه، حالا قمقمه رو برداشتن گذاشتن پایین ولی سوراخ‌هاش هست. قمقمه اون بالا بود، وقتی که شما سویچ رو میچرخوندین خاموش میشد، آب به صورت فشاری که به واسطه ارتفاع داشت و جاذبه میمد توی مدار میچرخید تا ترموستات بسته شه. ولی الان وقتی سویچ رو میچرخونید به هیچ عنوان چرخش آب نداریم دیگه، کامل قطع میشه و حتما باید سویچ رو بچرخونید، فن کار کنه، سویچ رو بچرخونید، روشنش کنید تا واتر پمپ بچرخه و ماشین خونه شه. خب این یه ایراد. حالا قمقمه اونجا بود، فضا نداشتیم، واقعا فضایی نداشتیم دیگه، بخوایم لوله ها رو رد کنیم خیلی سخت میشد، همه چی تو هم میشد، یعنی این فضا استفاده کرده بودن. حالا قمقمه رو که گذاشتیم پایین، قمقمه که منبع بساطه دیگه گذاشتیم پایین، چرا نیومدید این لوله ها رو از اینجا بردارید؟ به خدا دست میان بکنی اینجا، این فیلتر روغن رو عوض کنی، فیلتر روغن رو باز کنی، نمیدونم فیلتر رو عوض کنی، روغن رو عوض کنی، دست میسوزه، سینی، هزار تا داستان، این لوله رو خراب میکنه. حالا همینجوری من سرسری رد کردم، فقط مسیرش بهتون نشون بدم. ببینید اینجا بتونم بگیرم این جلو گوشش این یه لای بخوریه اون پایین، اگر دقت بکنین جلوتر دیدین زیرش شد یا نه؟ آره یه چیزی میشه این اون پایین لولا میاد که دیگه مسیر ساده خودشه، یعنی مسیر دیگه این نداره. اینجا میاد به این صورت. ببخشید این فیلم رو داریم الان توی این شرایط ماشین بهتر از این نمیشه. حالا این مسیرهایی که مد نظرم بود یه چند تایی بود، این بهترین مسیری بود که حالا فکر کردم روش. خب یکی دو جای لوله برگشتمون نشتی داد و به خاطر صاف کردن و دوباره خم زدن و باعث شد جوشش بدم. جوش آلومینیوم مقدار حالا داستان خودش داره، ولی در کل این لوله فشار قوی چیش نشد که اینم باید باز شه. این میخوام اینجا رو صاف کنم، ببرم، درستش کنم، اینجاشم صاف بشه. ولی خب الان نزدیک یک ماهی هست داره ماشین داره کار میکنه، هیچ مشکلی نداشته و خیلی دمای هیدرولیک پایین اومده، فرمون نرمتر شده، بدون صدا کار میکنه. همین دیگه، مرسی از توجهتون.